مگه تابلوی پارک ممنوع رو نمیبینین؟ حسین آقا چرت نزن، چرت زدن ممنوعه. ای بابا تو با تو هم تو نه تو پاشی تو بله اونجا وای نستا، مگه تابلوی ایستادن ممنوع رو نمیبینی؟ خیلی خوب ندیدیم خوب. پارک نکن توی ایستگاه اتوبوس پارک نکن. اون تابلو رو مگه نمیبینی ایستگاه؟ دور زدی مگه تابلوی دور زدن ممنوع رو نمیبینی؟ پس من چیکار کنم آخه؟ چیکار کنی اومد. تو هیچی نگو، به تو ربطی نداره. دوست رضا برو مادرم صدا کن. برو از زیر قانون اینطوری نمیتونی در بری. برو مادرم صدا. سلام علیکم جناب آقای سرکار. سلام. چی کار میکنین اونجا؟ دوستم عباس. خیلی خوب جناب آقای سرکار جریمش بکنید. یک ایستادن ممنوع داشته، یک توقف ممنوع داشته، توی ایستگاه اتوبوس پارک کرده، دور خودش هم چرخیده، میشه 2500 تومن. ساکت. 500 تومنم به خاطر آقای شمدانی عزیز بهش تخفیف میدیم که مشتری بشه، میشه 2000 تومن. ببینین تو رو خدا باز میگن حسین آقا گرون فروشه. اولا سرکار خدا دروغی. من سرکار من بگم، من نشسته بودیم خوابیده بودیم با رضا داشتیم که زور آزمایی میکردیم. خودش گفت بیا اینجا برام بابا خب بیچاره چیکار کنه آخه؟ چند تا تابلو کاشته، مواظب کسی نیاد بزنه با توپ و بشکونتشون. مگه نه؟ آقای تابلوکار، این پسر دست داده. اونها این پسر دست داده. پس تو هستی که به این تابلوها دست میزنی ها؟ آره؟ نه آقای تابلوکار من دست نزدم. باریکلا عزیزم. هیچ وقت نباید به تابلوهای راهنمایی و رانندگی دست زد. باید به اونها احترام گذاشت. نه ماش نکن کسی. آقای تابلوکار، این حسین آقا بی احترامی بزرگی کرد. ده شر به پا نکن بچه. چه شری؟ راست میگه حسین آقا. ببخشید جناب، این تابلوها فروشیه. چند تا میخوای؟ چی میگی آقا جون؟ خیلی خوب خوب گیرت آوردم. پس این تویی. سرکار خودشه. سرکار خودش هم نیستا، برادرشه. میشه تو حرف نزنی؟ مگه من چی گفتم؟ پس این تویی. بله این منم. اقرار میکنم که این منم. عینهای آرتیستای فیلم ها صحبت کرد. فیلم
اصلا معلوم هست تو کی هستی؟ من تابلوکار. شما میتونید من صدا بزنید تابلو دوست یا دوستدار تابلو یا تابلو شناس یا تابلو چی یا تابلو یا همکار آقای شمعدانی یا همون تابلوکار که مناسب تره. من اینا رو دوست دارم. من این تابلوها رو دوست دارم. من به این تابلوها اعتقاد دارم. من بچه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست دارم. برو مادرم صدا کن. نه ترسید. من شما رو خیلی دوست دارم. من به خاطر شماست که این تابلوها رو دوست دارم. چرا دستمون من بازم عشق منو در آوردن. اگر من با شما قدری خشنم به خاطر خودتونه. اگه من به شما میگم اونجا نایست، اونجا بایست، اونجا پارک نکن، دور نزن، وسط خیابون همین طوری ندو، از روی خط کشی عبور کن، به خاطر خودتونه. من اگه میگم همین طوری نپر وسط خیابون، به خاطر خودته. منم دارم یه طوری میشم. من با این تابلوها توی خیابونها، توی جاده ها، به راننده ها میگم اونجا پیچه، اونجا گردن است، اونجا لیزه، اونجا جاده باریک میشه، اونجا مدرسه است. پس آهسته تر برون و مواظب باش. بابا تو رو خدا آهسته برونی. گریه نکن، من خوب میشم. گریه نداری که. ولی وقتی شما هستید جناب آقای سرکار، این تابلوها یه گوشه‌ای میستند و این شما هستید که به راننده ها و پیاده ها میگید چیکار بکنن، چون شما مأمور اداره محترم راهنمایی و رانندگی هستین. درست میگم؟ والا چه عرض کنم، اصلا معلوم هست این تابلوها اینجا چی کار میکنن؟